کامپلکسی عزیز، یک نمونه سوال اسپیکینگ 2024. یه دونش هم در پیج اولم گذاشتم. اگه آیدیش نداری دایرکت بزن آیدیش بهت بدم. Do you like eating out؟ ازت میپرسه بیرون غذا خوردن دوست داری؟ یک جواب پیشنهادی برای نمره بالای 7. To be perfectly honest, I eat out once in a blue moon. I usually prefer cooking at home. But on special occasions such as a birthday, I enjoy dining out with my loved ones. To be perfectly honest یعنی با گفتن این میخوام جمله منفی به کار ببرم. Once in a blue moon عالیه به جای بخوایم بگیم rarely به ندرت، به جایی که بگیم not very often. Prefer فعل آینجی دار. On special occasions حرف اضافه رو ببین در مناسبت‌های خاص. وقتی که میگی در مناسبت‌های خاص شنونده منتظر مثال بزنی. Such as a birthday مانند تولد. Enjoy بعدش فعل آینجی دار. Dining out یک پرافریز عالی میتونه باشه برای eating out یعنی شام بیرون خوردن. With my loved ones بازم یک کالوکیشن، یه فریز عالی به جای with my family، به جای اینکه بگیم with my friends. پس to be perfectly honest, I eat out once in a blue moon. I usually prefer cooking at home. But on special occasions such as a birthday, I enjoy dining out with my loved ones. یعنی صادقانه بگم من به ندرت بیرون غذا میخورم، معمولا ترجیح میدم خونه آشپزی کنم، اما در مناسبت‌های خاص مانند تولد دوست دارم شام با عزیزانم بیرون غذا بخورم. این 1-2 دقیقه از تدریس واقعی در بخش اسپیکینگ کلاس‌های 4 مهارت حضوری آنلاین و اسپیکینگ تک مهارت است. راستی 2 ساعت رایگان میخوام این شکلی در استانبول به خاطر افتتاحیه کلاس‌های VIP تدریس کنم. اگه ساکن استانبولی دایرکت بده اسمتو رایگان ثبت کنم. کامپلکس حرف بزن، نمره تاپ بگیر. کامنت هم